چی میشه اگه به شما بگم خدا کشف شده؟ چی میشه اگه به شما بگم خدا یک ماده است مثل سنگ و چوب و خاک و آب و آتیش؟ چی میشه اگه به شما بگم دانشمندا توی آزمایش خیلی ساده فیزیک این ماده رو کشف کردن و زیر میکروسکوپ میبینن و شما هم میتونید ببینیدش؟ اما نترسید، چون آزمایشی که براتون میخوام توضیح بدم بسیار ساده است. این آزمایش ساده آزمایش یانگ هست که از 3 قسمت تشکیل شده. یک منبع نوری دارن، یک صفحه‌ای دارن که 2 شکاف داخلش وجود داره و یک پرده در پشتش دارن. این نور رو که میتابونن روی این صفحه، نور به 2 شکاف برخورد میکنه و در طرف دیگه روی پرده یک نوار روشن خاموش تشکیل میشه. اما وقتی که میان دستگاه میذارن و سعی میکنن ببینن نور در لحظه برخورد به این شکاف ها چگونه عمل کرده و چرا یک نوار تشکیل شده، در قسمت دیگه نور رفتارش عوض میشه و یک رفتار ذره‌ای از خودش نشون میده و انگار که به صورت 2 ردیف از گلوله به سمت این شکاف ها رفته و در طرف دیگه فقط 2 نور به شکل همون شکاف ها دیده میشه. یعنی که وقتی که دانشمندا سعی میکنن اون نور رو نگاه کنن به صورت ذره‌ای حرکت کرده نور، ولی وقتی که دانشمندا سعی میکنن نگاش نکنن، یعنی کاری با اون حرکت نور ندارن، نور به صورت موج رفتار کرده و این موج تداخل کرده و نوار روشن و خاموش رو درست کرده. مثل اینکه 2 سنگ رو شما بندازید توی آب، یک حالت 2 موج میشه و اینا برخورد میکنه و شکنندگی و برساختگی ایجاد میشه، روشن خاموش روشن خاموش. و این رفتار موج وقتی که نگاش نمی‌کنی موجیه، رفتار نور موجیه و وقتی که نگاش می‌کنی ذره‌ایه. از اینجا دانشمندا به این نتیجه میرسن که آگاهی ما، ذهن ما، فکر ما داره روی اون میدان الکترومغناطیسی موج نور داره تاثیر میذاره. یعنی ذهن ما میدان مغناطیسی داره و میتونه بر اشیاء بیرون از ذهن ما تاثیر بذاره. حالا این ربطش به خدا چیه؟ ربطش اینه که ما وقتی که یه چیزی رو میخوایم براش تصویر میسازیم، براش دعا میکنیم، انرژی میذاریم، ذهن ماست که داره یک میدانهای مغناطیسی رو ایجاد میکنه و روی محیط اطرافمون، حتی موادی دیگر داره تأثیر میذاره و اینجوری ما میتونیم یک خلقی انجام بدیم. یعنی این که میگن خدا خلق میکنه، این ذهن ماست که داره خلق میکنه و این میدان الکترومغناطیسی و کوانتومی این هست اون خدایی که ما دنبالش هستیم و ذهن ما داره اینو. و یه چیزی هم که همتون اشتباه میکنین اینه که موج، نور، انرژی، همه اینا از پلاسما تشکیل شده و پلاسما حالت 4 ماده است.